ای مسلمان ها به خود بیایید، از خواب غفلت بیدار شوید. قیامت آمدنی هست، مرگ آمدنی هست. شما به سوی الله سبحانه و تعالی باز میگردید، به محضر رب العزت و جلال باید اونجا جواب بگویید از تمام عمل کرده زندگی دنیای شما. الله شما میپرسد ای مسلمان تا کی در مسیر غفلت، تا کی در مسیر گناه، تا کی در مسیر خیانت، تا کی در مسیر نافرمانی رب العزت و جلال حرکت میکنی؟ الله در انتظار بازگشت ما تو است. اللهی که به ما تو نیاز ندارد، به ما تو ضرورت ندارد. ما تو سراپا محتاج نیازمند الله هستیم. الله میگه قیامت را فراموش نکنید. قیامت روزی است که مادر مهربان شیرده طفل آهوش